شرح پورای خبرها 23 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در مراسم افتتاح سمیت چهارم آبی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام که در شهر کوماموتو ژاپن برگزار گردید با پیام ویدیویی سخنرانی نمودند. کاری سمیت را سروزیر ژاپن فومیو کیسیدا افتتاح نموده در آن همچنین امپراتور ژاپن، راهبران دولت‌ها و حکومت‌های کامبوجا، تووالو، لاوس، ازبکستان، بوتان، ویتنام، اندونزیا، فیلیپین، ناورو، شری-لانکا، قرغیزستان، ترکمنستان، بنگلادش، تایلند، نیوه، جزیره‌های مارشال و دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش به طور حضوری، مستقیم و پیام ویدیویی اشتراک و سخنرانی نمودند. پیشوای ملت از جمله اظهار داشتند که موضوع آب برای رشد استوار تجربه پیشقدم و نسل آینده را هدف خود قرار داده است. محترم جناب رئیس، محترم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم و حکومت ژاپن برای تشکیل این همایش صمیمانه اظهار سپاس نمایم. باعث قناعتمندی است که همایش امروزه موضوع آب برای رشد استوار تجربه پیشقدم و نسل آینده را هدف خود قرار داده است. سال 2007 در شهر زیبای بیپو در سمیت نخستین آب آسیا و اقیانوس آرام من ابراز داشته بودم که روندهای رشد جهانی چنینند که ارزش آب میتواند از ارزش نفت، گاز، انگشت و دیگر ذخیره‌هایی که برای رشد استوار هر یک مملکت و منطقه ضرورند بالا رود. با گذشت دوره قریب 15 ساله رشد، تحلیل‌ها درستی این گفته ها را در حقیقت ثابت می نمایند. واقعیت های این دوره باعث گشتند که جامعه جهانی توجه خود را به مشکلات وابسته به آب تقویت بخشیده جنبه های گوناگون حل آنها را به روزنامه هدف های رشد استوار وارد نماید. تاجیکستان نیز طی زیاده از 12 ساله آخر جهت پیشبرد روزنامه جهانی آب تلاش‌های زیاد به خرج داده در این روند سهم مناسب دارد. با ابتکار تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد 8 قطعنامه را قبول کرده. کشور ما چندین مراتبه میزبان همایش‌های سطح بلند جهانی آید به بررسی مسائل مهم آب گردید. در این ضمن با تشبث کشور ما مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله سال 2016 قطعنامه را در خصوص 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 قبول کرد. محور تلاش‌های آن را تکان و صورت تازه بخشیدن به عملها در ساحه آب با مقصد نائل گشتن به هدفهای رشد استوار تشکیل می‌دهند. حاضرین گرامی، هدف رشد استوار خود تأمین زندگی شایسته برای نسل آینده می باشد. اما تحلیل ها نشان می دهند که با آن سرعت و تلاش هایی که ما امروز داریم رسیدن به هدف های رشد استوار بخصوص در قسمت آب خیلی مشکل می باشد. متاسفانه تهدیدها و خطرهای معاصر از جمله مشکلات تغییریابی اقلیم این روند را به طور جدی خللدار کردند. چنین حالت توجه مخصوص را طلب می نماید، زیرا
تأثیر آن به ذخیره‌های آب بخصوص پیریک‌ها بسیار واضح و نگران کننده می باشد. تاجیکستان نیز زیر تأثیر عاقبت‌های تغییریابی اقلیم در چند ده ساله آخر زیاده از 1000 پیریک خود را از دست داده. همه ساله از سیل و آبخیزی‌های زیاد و خشکسالی و کم‌آبی که مربوط این روندند خسارات زیادی مالی و جانی می‌بیند. مسلم است که ذخیره‌های آب در مطابق شوی و استواریت با عاقبت‌های تغییریابی اقلیم نقش کلیدی دارند. در این زمینه تاجیکستان همچون اعضای فعال پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم جهت پیشبرد همگرای شده مسئله های آب و اقلیم در روزنامه جهانی سعی می نماید. در دایره این روند از جمله ما پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال حفظ پیریک‌ها اعلام گردیده. تلاش های جامعه جهانی در این مسئله سرعت بخشیده شوند. نکته مهم دیگر گرفتن عهده‌داری و انجام عملهای مشخصی هدفمندانه در این جاده می باشد. به این خاطر تاجیکستان همچون تشبسکار 10 ساله نوی عمل آب برای رشد استوار روند آبی دوشنبه را آغاز بخشیده. سال 2018 کنفرانس نخستین سطح بلند را آید به 10 ساله دایر نمود و برگزاری کنفرانس نوبتی آن را از 6 تا 9 ایون سال جاری در نظر دارد. کنفرانس دوم دوشنبه همچون حلقه اساسی برای پیوستن زنجیره چهاربینی‌های گوناگون جهانی از جمله سمیت امروزه خدمت کرده. در روند آمادگی به کنفرانس سال آینده سازمان ملل متحد آید به بررسی میان مهلت 10 ساله آب نقش کلیدی خواهد داشت. مورد ذکر است که کنفرانس سال 2023 در نیویورک زیر همرئیسی تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند صورت خواهد گرفت. بعد از قریب 50 سال نخستین کنفرانس آبی سال 1977 سازمان ملل متحد برگزار می گردد. ضمناً انتظارهای جامعه جهانی از این همایش جهانی در ساحه آب خیلی زیاد است و کشورهای ما توسط آمادگیری فراگیر و همه‌جانبه سعی کرده ایستادند تا کنفرانس مذکور را در واقع نتیجه آور گردانند. اطمینان دارم که در تطبیق این مسئولیت بزرگ همه جانب‌های منفعت دار مخصوصاً کشورهای اعضای سازمان ملل متحد ما را دستگیری خواهند کرد. با استفاده از فرصت مناسب همه اشتراکچیان سمیت کنونی را به کنفرانس دوشنبه و گذاشتن سهم مناسب به روند آمادگیری با کنفرانس آبی سازمان ملل متحد دعوت می‌نمایم. محترم اشتراکچیان، در فرجام خواهم تاکید نمایم که در این روند ما یکجا با کشورهای شریک می باید نیز پیشروی و ارادت سیاسی خود را فعالانه ادامه خواهیم داد. برای توجهتان سپاسگزارم.